سلام، خیلی خوش اومدی به مدیتیشن امروز. موضوع این مدیتیشن دریافت پیام از آینده است. بله، ما میتونیم از آینده پیام دریافت کنیم. لازمش این هست که با حضور و همه توجه خودمون آینده رو در خودمون حس و احساس کنیم و بعد در برقراری این ارتباط هست که میتونیم اون چرا که از آینده برای امروزمون کمکمون میکنه دریافت کنیم. پس با من همراه شو. از اینکه این وقت رو میذاری ازت خیلی ممنونم. لطفاً برای خودت یه جای راحت انتخاب کن، یه نفس عمیق بکش، اجازه بده که بدنت ریلکس بشه. پاهاتو ریلکس کن، شونهاتو ریلکس کن، کمرتو ریلکس کن. اجازه بده که کلاً همه قسمت‌های بدن، سر، دندونا، استخوان فک و حتی زبون به آرومی در دهان قرار بگیره و ریلکس بشه. این زمانی هست که برای برقراری ارتباط عمیق‌تر به خودت تخصیص میدی. پس هر اونچه فکر رو که به این لحظه تعلق نداره رها کن. لحظاتی هست که با خودت خلوت میکنی و اجازه بده که رها و آسوده در این ارتباط با خودت قرار بگیری. توجهتو بیار به سوی تنفست. یه نفس عمیق بکش، آرامش رو تنفس کن و با بازدمت رها کن. هر اونچه رو که در این لحظات به تعلق ندارند، خدمتی بهت در این لحظات نمی کنند، رها کن. میتونی ببینی که اگر فکری میاد مثل بالونی که در امتداد افق گم میشه، رها میشه و تو در کنار خودتی، در کنار این بدن. توجهتو بیار روی تنفست. یه نفس عمیق دیگه بکش و اجازه بده که تنفست ریتم طبیعی خودشو داشته باشه. زمین زیر پاتو حس کن، نیروی گرانش رو. گویی که زمین تو رو در آغوش حمایت خودش گرفته، محکم، استوار. توجهتو ببر به سوی قلبت. ماهیچه‌ای نرم، تپنده که با عشق نیروی حیات رو در تو جاری میکنه. ازش سپاسگزاری کن. به خودت در دنیای درونی خودت لبخند بزن. برای لحظه‌ای از اینکه وقتت رو تخصیص میدی به اینکه با خودت بیشتر آشنا بشی، از خودت قدردانی کن. حالا تصور کن که میتونی در زمان سفر کنی. 1 سال، 2 سال، 3 سال، هر قدر که میخواهی از امروز جلوتر برو. تو این آینده مورد نظرت یه معجزه تو زندگیت رخ داده. همه چیز زندگی به بهترین و زیباترین شکل خودشون تغییر کردن. تو داری سالمترین، قدرتمندانه ترین، عاشق ترین و بهترین نسخه خودت رو زندگی میکنی. خودت رو در مقابل خانه آیندت تصور کن. شاید این خانه همون جایی باشه که الان هستی، شاید هم یه جای جدید باشه. این خونه چطوریه؟ ببین که از داخل محوطه جلویی خونه کم کم به سمت در نزدیک میشی. این محوطه چطوریه؟ آیا باغه؟ آیا درخت‌ها و گل‌های اونجا هستن؟ به آرومی به سمت در برو. خود آیندت منتظرته. در رو برات باز میکنه با لبخند
و تو رو به داخل دعوت میکنه. چند لحظه مکث کن و بهش نگاه کن. چه لباسی پوشیده؟ وضعیت بدنش چطوریه؟ نحوه حضورش که ایستاده و استقبالت میکنه چطوریه؟ انرژیش رو درک کن. ببین که اون سرشار از اعتماد به نفس، شادی، آرامش، رضایت، اون تجلی یافته بالاترین پتانسیل توه. وارد شو. به اطراف نگاه کن. چی میبینی؟ شاید کتابایی روی میز هستن. اونا رو تو نوشتی؟ یا کتابای مورد علاقتن که بهت کمکت کردن؟ شاید یه گلی در اطراف میبینی که بهش علاقه‌مندی. آیا بویی استشمام میشه؟ صدایی به گوشت میرسه؟ ببین که روی دیوار عکسایی از لحظات فوق‌العاده‌ای هستن که تجربه کردی. یه قدم بزن و عکس‌ها رو ببین. چی میبینی؟ با چه کسایی عکس داری؟ تو عکس‌ها داری چی کار میکنی؟ همینطور که آروم از کنار عکس‌ها عبور میکنی، حس آزادی و عشق رو و افتخار به اون کسی که هستی رو تجربه کن. حالا خود آیندت به سمتت میاد و تو رو به سوی صوفا در نشیمن هدایت میکنه. دستشو میذاره پشتت و میگه خوش اومدی. منتظرت بودم. میدونستم به دیدنم میایی. قدرت و گرمی و محبت این دستا رو حس کن. در مقابلش میشینی. به چشماش نگاه کن. نور و عشق و شور و درون این چشما ببین. اونم به چشمات نگاه میکنه و میگه ازت خیلی ممنونم که منو باور کردی. ممنونم هر اونچه رو که رها کردی از اعتقادات و افکار ناکارآمد تا من فرصت حضور پیدا کنم. ممنونم برای شجاعتی که برای شفای خودت داشتی. زخمهای دلت. ممنونم که بخشیدی و همه قدرت و مسئولیت زندگی خودت رو خودت به عهده گرفتی. من همیشه درون تو بودم. منتظر بودم، عاشقت بودم، آرزو می کردم، دعا می کردم که تو منو زندگی کنی و منو به صحنه این زندگی بیاری، دعوتم کنی، به هم فرصت بدی که رشد کنم و از تو متجلی بشم. حضور این نسخه از خودتو احساس کن. اون جدای از تو نیست، همیشه در درون تو بوده. هر چالشی که الان در زندگیت وجود داره، هر شکی که داری، بدون هر قدمی که الان داری برمیداری در حال ساختن
این نسخه باشکوه خودتی. حتی لحظات سخت، شکست ها و ندانستن ها، همه اونا دارن تو رو شکل میدن، آگاهتر، خردمندتر، قویتر میکنن و باعث میشن مثل یک ققنوس از خاکستر برخیزی. ازش بپرس کدوم یک از توانایی‌هات بهت بیشترین کمک رو کرده که این زندگی رو بسازی که همکنون داری؟ با کدوم مهارتت گره ها رو باز کردی؟ چه اعتقادی در مورد خودت جسارت باورمندی به آرزوهاتو بهت داده؟ گوش کن و دریافت کن. بالاترین باوری که ازت میخواد در مورد خودت داشته باشی چیه؟ اون زیباترین، قدرتمندانه ترین، سالمترین و عاشقترین اعتقادی که میخواد در مورد خودت زندگی کنی چیه؟ حالا ازش تشکر کن برای اینکه تونستین این دیدار رو داشته باشین و باهاش قرار بذار که بازم به دیدنش میایی. به اجازه میدی که خرد اون در زندگی تو جاری بشه. قرار بعدیتون کیه؟ هفته دیگه؟ ماه دیگه؟ یا همین فردا وقتی روز تازت رو میخوای رقم بزنی؟ قرارتو باهاش بذار. ببین که تو چشمات چطور عاشقانه و باورمندانه نگات میکنه و اون هم خیلی از این ملاقات ممنون و سپاسگزاره. حالا میتونی آماده رفتن از این خونه خودت بشی. قدماتو بردار با آرامش، مصمم و به سوی در برو. ببین که بدرقت میکنه و وقتی که برمیگردی باهاش خداحافظی کنی هدیه‌ای در دستش داره. این هدیه رو که توی یه جعبه ازش بگیر. میتونی درش رو برداری و نگاه کنی. چیه؟ ببین که خدا آیندت بهت میگه این هدیه هست که بالاترین باور و اعتقادت رو نسبت به خودت یادآوریت کنه. ازت میخوام اون زندگی کنی. با سپاس خونت رو ترک کن. به محوطه بیرون خونه که میرسی دستتو بذار روی قلبت و در سکوت و آرامش اونجا با خودت زمزمه کن من آمادم که بهترین ورژن خودم رو در درونم بپذیرم. من ترس هایی که منو کوچیک نگه میداره رها میکنم. قدرت درونیم رو میپذیرم. انتخاب میکنم که حقیقت خودم رو زندگی کنم. من انتخاب میکنم که آرزو کنم. من انتخاب میکنم که آرزوهام رو باور کنم و به خودم فرصت رشد و یادگیری بدم. من انتخاب میکنم که هر اونچه رو که از باور و اعتقادات که خدمتگزار من نیست رها کنم. من آزادیم رو انتخاب میکنم.
گرمای این انرژی رو در درون خودت حس کن. عشق رو حس کن. آرامش رو حس کن. باور به این که همه چیز در درون تو هست و همیشه بوده و در قلب تو رازهایی هست که هدایتگر زندگیته و همیشه وقتی نمیدونی باید چی کار کنی اونجا نور هدایتی هست. حالا اون بالاترین باور و اعتقادی رو که نسبت به خودت میخوای زندگی کنی یادآوری کن. در حالی که هدیه رو در دستت داری ببین که یه نور طلایی از قلبت جاری میشه و همه بدنت رو در بر میگیره و کم کم وسیع تر میشه. همه محوطه ای رو که درش قرار داری قرار میگیره، وسیع تر میشه به وسعت کل شهر، کل کشور، کل قاره، کل کره زمین و با همه جهان میپیونده. این نور هماهنگ آگاهی توه با عشق و قدرت واقعیت، بدون محدودیت، بدون تعریف، آزاد و رها. حالا آگاهیت رو به لحظه اکنون بازگردون. توجهت رو معطوف نفست کن. بدنت رو احساس کن. فضایی که در اون هستی رو احساس کن. به آرومی انگشتاتو تکون بده. اگه دوست داری میتونی دستتو به سمت بالا ببری و با یه نفس عمیق زندگی رو کاملا در آغوش خودت بگیری. و وقتی آمادگیشو داری به آرومی چشماتو باز کن در بالاترین و قویترین باورت نسبت به خودت و اون رو زندگی کن. خوش اومدی. تو دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی و همه اون چیزی که نیاز داری در درونت هست. قدرت بیکرانی در درونت داری. با جسارت زندگیت رو بساز و اجازه بده آرزوها و هدایتی که در قلبت حضور داره همسفرت باشه و بالاترین باور و اعتقادت رو نسبت به خودت در تک تک تصمیم‌ها و اقداماتت زندگی کن. در ادامه ازت دعوت میکنم هر اون چرا از این تجربه که میخوای در سفرنامه زندگیت یادداشت برداری کنی در دفترت یادداشت کنی. مثل اینکه خونه آیندم چه شکلی بود اونو توصیفش کن. یادداشت کن با رنگ‌ها، نور، حس فضا و چیزایی که در اونجا دیدی. خود آیندم چه پیامی به من داد؟ اون بالاترین باور و اعتقادت نسبت به خودت رو که در زندگیت میخوای پیاده کنی چیه؟ با کدوم یک از مهارت‌ها و تواناییات میخوای از چالش‌ها عبور کنی و گره‌ها رو در این سفرت به سوی خودت با کمک اونها باز کنی؟ آیا همکنون وقت اون رسیده که باوری رو در مورد خودت رها کنی؟ اون باور چیه؟ هدیه خود آینده‌ات به عنوان نماد بالاترین و قوی‌ترین باورت در مورد خودت چی بود؟ آیا همکنون در فضای اتاقت یا جایی که زندگی می‌کنی
میتونی اون رو در نزدیکی خودت جایی قرار بدی که برات یادآوری بشه؟ دیدار بعدی که میخوای دوباره با خود آیندت داشته باشی کیه؟ چطور میتونی حسی از عشق و باور و اطمینان رو که باهاش تجربه کردی در زندگیت زنده نگه داری؟ و نهایتاً این که چه اقدام کوچیکی همین امروز میتونی در زندگیت انجام بدی برای اینکه این رشد در زندگی واقعیت محقق بشه. امیدوارم که این تمرین ژورنال نویسی هم بهت در تجربه احساس وضوح و الهام‌های تازه برای سفرت و تجربه احساس قدرت و باور و اعتقادت به اون چیزی که میخوای و آرزو داری محقق کنی کمکت کنه. ازت خیلی خیلی ممنونم. بهترین ها رو برات آرزو میکنم. با عشق، افسانه.